بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، شنوندگان و دوستان گرامی، اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و سلم صلاة و سلام علی لقانی بمقامه صلی الله علیه و سلم. اما بعد، بعضی برادران خواهش کردند درباره آلت‌های موسیقی. خیلی آلت‌های موسیقی هم معنای موسیقی را دارد. کمتری سخن زنیم، برای همین از دلیل از قرآن و سنت می‌بریم برای حرام بودن موسیقی، که بعضی برادرها اونو میگن که موسیقی یعنی حلال است و درست است و گوش میکنن. دلیل های برای حرام بدن معازف. کلمه معازف این اما آلات های موسیقی را دارد. کلمه عزف او عازف این صدا را میگن، هوای شمالی که آواز میکند. بعد عربا همین کلمه عزف را به آلات‌های موسیقی، یعنی آلات‌های موسیقی را به همین آواز، به همین نام مینامندش، یعنی که خلاصه دلیل‌هاش کدام هایند. دلیل هایی که برای بیان کردن حرام بدن آلات‌های موسیقی که در آلات‌های عزف، آلات‌هایی که موسیقی میزنند، دلیل‌ها از قرآن و سنت خیلی بسیارند و از اثرهای صحابگان، ای سخن‌های صحابگان رضی الله عنهم. بسیار عالمان درباره این موسیقی خیلی کتاب‌ها نوشتند برای حرام بدنش. یکم دلیلی که ما برای برادران خواهران گرامی پیشکش میکنیم، این دلیل از قرآن است که میگوید الله عز و جل سوره لقمان 6 آیه: و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. در اینجا آمدگی است که لهو الحديث، و من الناس ما يشتري لهو الحديث، میگه که برخی از مردم هستند که همین چی را میخرند. خریدن به معنای چیست؟ لهو الحديث در اینجا معنای آلات‌های موسیقی است. ليضل عن سبيل الله، برای یعنی گمراه داشتن آدما را از چی؟ از راه راست، از راه طریق راست، صراط مستقیم، از راه خداوند، بغیر علم، بیگان علم. میگه بعد اینا میگیرن همچون هزوان، همچون مسخره و بازی. میگه برای آنها هر آینه برای آنها چیست؟ عذابی چی است؟ پستی و خاری است. عالمان میگن که در این تفسیرای همین لهو الحدیث میگن که عام یشمل الغناء والمزامیر. میگه در بر میگیرد، این عام است، لهو الحدیث عام است، ولی در بر میگیرد چی را؟ در بر میگیرد موسیقی را و آلات‌های موسیقی را. امام بزرگ رحمت الله علیه شیخ عبدالرحمن السعدی تفسیرش میگوید که همین آیت در همین لهو حدیث می‌دراید. لهو حدیث همه سخن‌های محرم، حرام داخل میشوند و هر یک سخن بیهوده و باطل می‌دراید. باز می‌دراید چی؟ همه سخن‌هایی که هزیان، یعنی که شوخی و بازی و از اقوال، از سخن‌هایی که مرغب فی الکفر، آدم رغبتناک شوقمند می‌کنند در کفر، در چی؟ در نافرمان روایی. آنهایی که حق رد اینا میگه می‌دراید در همین آیات لهو الحدیث، آنانی که از قول حق روی میگردانند، قول حق انکار میکنند، مجادلین بالباطل، بحث و مجادله و مناظره با باطل میکنند، بزید حق، یعنی آدمایی که باطل هستند بزید حق مجادله و بحث و مناظره میکنند. برای چی؟ حق چی کنند؟ حق پس زنند یا که حق چی؟ باطل شمارند. و من غیبت و نمیمت، و از غیبت و نمیمت و دروغ و دشنام دادن و همه اینا در همین لهو الحدیث می‌درایند. و غنا و مزامیر شیطان و هم موسیقی و هم آلات‌های موسیقی و هم اینا زای شیطان، همه اینا می‌درایند. خلاصه این بود چی؟ یکی از مفسران بزرگ رحمت الله علیه درباره همین لهو الحدیث در قرآن اومده، سوره لقمان آیه 6. باز میگویند که همین آیت هم در بر میگیرد چی را؟ در بر میگیرد مذمت و ملامت، استبدال لهو الحدیث بالقرآن. میگد که تغییر دادن قرآن به همین سخن باطل، یعنی قرآن گوش نمیکند و چی؟ لهو باطل، سخن باطل گوش میکند. لیضل عن سبیل الله، آدم را از راه خداوند برگرداند، بغیر علم، بیگان علم، و اتخذ هزوا. و اذا یتلى علیه القرآن، وقتی که قرآن خوانده می شود، ولا مدبرا کأن لم یسمعه، یعنی که وقتی قرآن خوانده که می شود و از اونجا می رود، دور می رود، کأن لم یسمعه، گویا که نشنیده از قرآن را، کأن فی اذنیه وقرا، گویا که در گوش‌های وی یک وزمینی و یک چی است گوش می اندازن که برای نشنویم. و اذا علم منه شیئا استهزأ به، وقتی که در وقتی سازمش در اونجا قرآن گوش کرد و که شنوید قرآن تمسخر میکرد به قرآن. همه این سخن‌هایی که گفته می شود این صادر نمی شود مگر از اون، یعنی از بزرگترین کفر، یعنی که از آدم کافر صادر می شود این کار. پس بعضی هم از بعضی آدمان مطرب یا که موسیقی نواز یا که اینها هم شنیده می شود این سخن‌ها، یا که از موسیقی زن، یا که اون
آدمی که موسیقی را گوش میکند از مسلمانان، پس برای اون نصیبی از همین چی است، از همین مذمت و از همین گناه بزرگ. و ان ابي امامه رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و سلم قال، از ابي امامه رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلمونهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا انزلت هذه الآية. میگه که لا تبيعوا القينات، ای میگه نفروشید همون کنیزهایی که موسیقی یعنی که آوازخوانها هستند، آواز میخوانند یا که چی هستند، مطربا هستند. میگن خیلی چرا نفروشید و نخرید. همین لا تبيعوا القينات، قینات همون زن کنیزی که غلام، یعنی زنک همون غلام، کنیزایی که سرود میخوانند، سرودخوان. ولا تشتروهن، و آنها را نخرید، نفروشید و نخرید. ولا تعلموهن، و آنها را یاد هم ندهید. ولا خیر فی تجارت فیهن، و خیر نیست در تجارت آنها، یعنی که همون زنهایی که سرود میخوانند، که مردهای سرود میخوانند. و ثمنهن حرام، میگه که وقتی که انسان میفروشید اما پولش هم حرام است. پول همون زنی که کنیزی که سرودخوان است، فروختن و خریدن و هم حرام است. یعنی این در چی معنی چرا دارد؟ معنی که همه پولی که آنها میگیرن حرام است. فی مثل هذا انزلت، میگه در مثل همین آیات ها نازل شده است. همین آیات در بالا شرح دادیم. و هو حدیث حسن، حدیث حسن است، یحتج به واحتج به، گفتیم چی احتجاج میکند، دلیل میارد، استدلال میکند به همین. دلیل دوم قوله تعالی فی شان ابلیس لعنه الله، در شان ابلیس الله عز وجل میگه که واستفزز من استطاع منكم بصوتك، سوره اسراء 64 آیات. قال اهل العلم بالتفسير، اهل علم تفسیر میگن که بصوتك، با آوازت، به شیطان میگه که واستفزز من استطاع، با آوازت آنها را چکن، استفزاز یعنی که آنها را به هیجان و به چی بیار، بخواسته به غرض و به همون هیجانشو بیار با آوازت. من استطاع کدام از آنها که میتونی، کدام را که میتونی با آوازت. در همین کلمه آواز آمده است بصوتك، ایش آواز شیطان میگه چیست؟ موسیقی و غنا و سخن باطل. قال ابن قیم رحمه الله، ابن قیم رحمه الله میگوید که فكل متكلم في غیر طاعة الله، ابن قیم میگوید که هر یک سخنزنی که سخنی چی در غیر طاعت خداوند میزند، این هم در همون چی شیطان میدراید. او مصوت ببراع او مزمار، یا که اونایی که آوازی خوش دارد و سرود میخواند، یا که آلتهای موسیقی مزمار، یا که دف که میزنن حرام است، یا که طبل، میگیم تبلک میگیم کو، فذلك صوت الشیطان، این هم آواز شیطان است. هر یک کوشش کننده، تلاش کننده به چی یعنی که اجرا کننده امون راهی که میرود برای چی؟ برای گناه کردن. فهو من رجله، اون از همون چی است؟ امون رونده به گناه. همه اینا رو میگه در همین چی میدرد؟ واستفزز من استطاعت منهم بصوتك، کدام از آنها را که میتونی به آواز چیکن، به آواز جلب کن، به آواز چیکن. هم آواز همین گفتیم که در همین آواز میدرد هم غنا و هم سخن باطل و هم آلت‌های موسیقی و هم دف و هم تبلک و هم اینا چی شیطانن. خلاصه دلیل ها از حدیث های پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم، چطوری که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگوید که لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. چهار چیز میگم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که زود است که بر آینده هست که از امتی من اقوام قوم‌های هستند، نفران قوم‌های هستند که یستحلون الحر، همین چهار چیز، یکی زنا، حر و الحریر، ابریشم، حر زنا، والحریر ابریشم، والخمر عراق یا می، والمعازف آلات‌های موسیقی. میگه که در اصل اینها میگه حرامند و اینها را حلال میشمارند. یستحلون همین معنا دارد که در اصل حرامند، اینا را قوم‌های از امتی پیغمبر هستند که اینها را حلال میشمارند. این حدیث میگه حدیث صحیح است، حتی به شرط های امام بخاری است و در کتاب ابن قیم گفته است که سلسله صحیح، شیخ البانی گفته است کتابش واسه حدیث صحیح است. بعضی آدما گفتن که ضعیفه، ولی علما مناقشه کردن درباره این حدیث و آنها را اون آدما گفتن که ضعیفه، یعنی درستی همین حدیث بیان کردن. و چطوری که ابن قیم میفرماید، میگه این حدیث صحیح است، اخرجه البخاری فی صحیحه محتجا به، در صحیح چیکار است؟ روایت کرده است و علقه تعلیق مجزوم، و تعلیق برای این تعلیق درست گذاشته در حدیث. گفته است که در باب گفته است که میگه باب در کتاب امام کی است که بخاری که میگه که بابی که کسی که چیز عرق می حرام است و او را حلال میگرداند و چی نامش به دیگه نام میگذارد، مثلا خمر نمیگه و میگه مثلا پیوه یا که
ودکا یا چی گفته می نوشید اورام که برای کی نام شالش میکنند گفته. در این حدیث میگه دلیل است برای چی؟ برای حرام بودن آلات‌های موسیقی و طرب از دو رو یعنی حرام بودن اون بیان کرده شده است. یکم روی اون میگه قول صلی الله علیه و سلم یستحلون، کلمه یستحلون در اینجا میگه که میگه بیان، هر آینه میگه بیان و آشکار است که همین چیزی که ما ذکر کردیم در این حدیث همه اینها آلات‌های موسیقی هستند و در اصل در شریعت ما حرام هستند. فیستحلها اولئک الاقوام، پس طلب حلال میکنن، حلال میشمارند اینها را بعضی از امتان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. این چی بود؟ کلمه یستحلون در اینجا دلیل زده میتواند که همین در اصل حرام بودن اینا، ولی اینها را مردمی بعضی از امتان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حلال میشمارند. این یکم برخش. دوم روی از همین حد نمودی همون که حرام شماردنش. دوم چیزی که ما میگیم، هر دلیلی که ما میگیم برای حرام بودنش، یعنی که آلات‌های موسیقی را همراهی چی؟ آلات‌های موسیقی را همراهی سه چیز دیگر که در اصل آنها حرامند. در چی؟ در این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر شده است که آنها قطعاً حرامند. مثل چی؟ آیا زنا حرام است یا نیست؟ حرام است. ابریشم حرام است یا نیست؟ حرام است. آیا خمر حرام است یا نیست؟ می حرام است. آلات معازف هم در همینجا حرام میشد. برای چی؟ برای هر چارش ذکر شده در حدیث هر چارش حرام هستند. برای میگوید که یستحلون ای حرام هستند در اصل این حلال میگیرن، یعنی میشمارندش. مثل چی؟ ای مثل زنا و عرق. اگر که گفتیم آلات موسیقی حرام نمیبودن، هرگز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه این سه چیز دیگر آنها را در حدیث نمی آورد. شیخ اسلام میگه که همین حدیث دلالت میکنه به چی؟ به حرام بودن آلات‌های موسیقی و در چی؟ در اهل لغت همین نامی که در حدیث اومده است میگه آلات‌های معازف، اینا آلات‌های موسیقی اند، در زبان عربی آلات‌های موسیقی میشوند. برای همین میگه حرام است و آن چهار چیزی که آورده است. دوم حدیث ما که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید میگه که صوتان ملعونان فی الدنیا و الاخره، دو صدای است که آوازی است ملعونا لعنت کرده شده‌اند در دنیا و روز قیامت. مزمار عند النعمه، مزمار در وقت نعمت، و رنة عند معصیه، و هو حدیث صحیح. ابن تیمیه میگه که این حدیث درست‌ترین حدیث است که برای چی؟ برای همچون دلیل برای حرام بودن موسیقی این علما دلیل می‌دارند. و کما فی اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله، کما در لفظ دیگر از جابر بن عبد الله که آمده است که میگه صوت عند النعمه، حدیث دیگر میگه صوت آواز در وقت نعمت، لهو صوت عند النعمه لهو و لعب. میگه که صوت، اما حدیث میگه که مزمار عند النعمه، ای خدا وقتی که یک نعمت برای آنها عطا میفرماید آنها دیگر موسیقی و آنها دیگر آلات‌های موسیقی میگیرند و خرسندی به آلات‌های موسیقی میکنند، شکر نعمت نمیکنند و یعنی که چین آلات‌های موسیقی میگیرند و مینوازند آلات‌های موسیقی را. این برای که نعمت برای آنها داده شد، یعنی که خرسندی همون نعمت برای شکر کردن آنها معصیت میکنند به جا میارند. و رنة عند مصیبه، ای و آوازی در وقت مصیبت این ناله میگند، ناله کردن در وقت مصیبت هم حرام است. باز حدیث های بسیار درباره این هست. این دو چی و حدیث صحیح است. و در حدیث از جابر است ابن عبدالله که میگه صوت عند النعمه، آوازی که در وقت نعمت هست. چی است آواز در وقت نعمت؟ حدیث دیگر میگه که آوازی که در وقت نعمت میکنن چی است؟ لا سخنی بیهوده، سخنی پوچ، و مزامیر و شیطان و چی آلات های موسیقی میکنن. پس من شده است آوازی که صدای در وقت نعمت میشود و در پیغمبری من کرده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از اون آوازی که در وقت مصیبت میشود، یعنی که یک از وفات میکند و ناله، این همون ناله در نظر دارد. هر دو اینها من هستند، هم آلات های موسیقی و هم چی آواز ناله که در وقت وفات کردن که مصیبت به انسان دچار میشود. رنت شیطان، یعنی که آواز شیطان، این یک صوت چی است؟ صوت حزین است. حدیث سوم قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که ان الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء و کل مسکر حرام. میگه الله عز و جل هر آینه، پیغمبر میگه که حدیث قدسی پیغمبر حرام گردانیده است خمر، میه و میسیر و قمار و الکوبه و الغبیراء و کل مسکر حرام و الغبیراء و هر یک مسکننده. میگه درنجا میگه که پیغمبر الله عز و جل حرام گردانیده است چی؟ خمر، عرق و میسیر و کوبه در اینجا میگه چی است؟ کوبه به معنای چیست؟ میگه در زبان عربی به معنای آلات‌های موسیقی و آلات‌های طرب که آدمان رو استفاده می‌برند در زبانی در معروف و در پیش عرب در وقتش. و در بعضی همین روایت‌های همین حدیث اومده است که بجای کوب میگه که طبل ای تبلک، بجای کوب تبلک اومده است که خداوند میگه حرام گردانیده است همین آلات. حدیث ها درباره این خیلی میگه بسیارن. باز اثرهایی که از صحابگان هستند رضی الله عنهم برای تحریم غنا بدن، قصه نافع رحمه الله مولا ابن عمر. قصه نافع ابن عمر، نافع مردک بود غلام
ابن عمر رضی الله عنه قال سمع ابن عمر مزمارا. ابن عمر میگه در راه میرفتن که شنوید آوازی چرا؟ شنوید آوازی همین آلاتای موسیقی را. قال فوضع اصبعيه على اذنيه. پس ابن عمر میگه دست همین انگشتان خود را در گوش کافی گوش انداخت و آنها را زیر کرد که نشنود و نه عن الطريق و از راه یک طرفه ایستاد و انگشتاش در درون گوش انداخت و قال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ انگ خیر ایستاد و گفت که ای نافع تگونس میشنوی؟ گفت که قلت لا، گفتم که نه. قال فرفع اصبعيه من اذنيه. پس دستاش میگه از گوشش گرفت و که آواز موسیقی که تمام شده بود. و قال كنت مع النبي صلی الله علیه و سلم مثل هذا. بعد گفت که با پیغمبری همراه با پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بودم که همه خیلی که من همه خیلی موسیقی را شنید و هم خیلی که من کردم هم خیلی کرد انگشتان خود را در چین در گوش انداخت که تا نشنود این آلاتهای موسیقی را که موسیقی را. فصنع مثل هذا. صحیح ابو داود حدیث در امام ابو داود است. بعضی آدمان گمان کردند که این حدیث همچون دلیل نیست. لم یأمر ابن عمر رضی الله عنهما ان يسد اذنيه. پس حدیث گمان کردن که حدیث دلیل برای حرام بودنش نیست. برای چی؟ برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم انگشتش در گوش انداخت و نگفت که چی ابن عمر که در گوشش اندازد. با ابن عمر هم در گوشش دستش انداخت و نافر نگفت که کنیز خود ام غلام خود نگفت که در گوشش دستش در گوشش اندازد. فعلا امر کرد نافر چی یعنی گوشش محکم کرد. جواب میگه از این چیز پاسخش این است که پس میگوید که فرق بین چی است؟ فرق بین گوش کردن است و شنیدن است. بین گوش کردن و شنیدن میگه که انسانی که گوش نمیکند یعنی که میشنود و اهمیت نمیده اون موسیقی را میگه این هیچ باکی نداره. مثلا میشنود و گوش نمیکند. نه که آنی که گوش میکند آن میگه در همین نهی برای امو وارد شده. اگر انسانی که قصد گوش کی نداشته باشد که گذشت که در گوش آمده چی موسیقی این گناه نمیگیرد. برای چی؟ برای که این چی است؟ برای وای میگه چی در دوش وای که در گردن وای نهی وارد نمیشود یا که گناهی نمیگیرد. برای چی؟ برای که وای قصد گوش کنی ندارد. وای همین شنوید و از این بر از پیش می رود. نه که آدمی که گوش میکند این نهی و چی و مذمت برای اوست. در همین خصوص میگوید که مثل که انسانی که مثلا انسانی که قرآن گوش میکند، قرآن گوش کردن قرآن وای اجر و ثواب میگیرد. ولی آنی که قرآن میشنود و قصد گوش کردن ندارد یعنی که انسان قرآن میشنود نه که گوش نمیکنه اهمیت نمیده قرآن گوش نمیکند وای چی وای ثواب نمیگیرد. همه خیلی دیگر موسیقی است. انسانی که میگذرد و آواز میشنود میگه که گوش نمیکند و گناه نمیگیرد. نه که انسانی که وقتی که خاص میرود و گوش میکند وای چی وای گناه میگیرد. هم خیلی قرآن برای چی همه اعمال میگه به نیت است. اون انسانی که نیت قرآن گوش کنی ندارد وای اجر نمیگیرد. نه که انسانی که نیتی قرآن گوش کنی دارد وای اجر میگیرد. نه که هم خیلی دیگر موسیقی است. تو نیتی گوش کردن نداری نه که میشنوی در این حالت یعنی که گناه نمیگیری. باز برادران گرامی حدیثایی که درباره عقوبت همین موسیقی حدیثی که روایت شده است از عمران ابن حسین ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که فی هذه الامه خسف و مسخ و قذف. قال رجل من المسلمین در همین امت یعنی امت من خسف میشود و مسخ میشود. خسف یعنی فروبری زمین فرو میبرد و مسخ ای تبدیل یک به یک چیز شدن و قذف و قذف به معنای که زمین او را چی عکس فرو بردن زمین. خلاصه قال رجل من المسلمین مرد از مسلمان گفت ای رسول خدا ای پیامبر خدا متى ذلك کی می شود؟ بین گفت که کی می شود همین کارا؟ در جواب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله گفت قال اذا ظهرت القینات والمعازف و شربت الخمر. هنگامی که پیدا میشن هنگامی که پیدا می شود همون سرودخوانها یا که حافظه ها و آلات های موسیقی و در همون حالتی که عرق هم نوشیده شد. در این سه حالت میگه همین چیزا پیدا میشوند. رواه ترمذی و صححه البانی. حدیث ترمذی است. با در حدیث دیگر از سهل ابن سعد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال سهل ابن سعد میگوید که سيكون فی پیغمبر خدا فرمودند که سيكون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ. در آخر زمان میگه چی میشود؟ خسف گفتیم که همون سه چیز با زمین فروبری زمین بالا پرتافتن و مسخ و تبدیل دادن انسان از یک شکل به شکل دیگر. اذا ظهرت المعازف میگه وقتی که پیدا شد آلات های موسیقی و رقا و چی و همون سودخوانها و استحلت الخمر و خمر وقتی که حرام بود و حلال گشت. رواه الطبرانی و صححه البانی. طبرانی روایت کرد حدیث دیگر باز از حدیث ابی مالک الاشعری قال رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یشربن ناس من امه الخمر. هر آینه میگه یقینا از امت برخی مردم از امت من عرق را می نوشد که خمر را می نوشد یسمونها بغیر اسمها ولی نام اون عرق نمیگیرند و نام اون را به دیگر نامها تغییر میدهند
و به همین بهانه این می نشاندش. و یعزف علی رؤوسهم بالمعازف، و اونا می نشاند و عرق و آلت‌های موسیقی نواخته می شود بالای سرهای آنها. و المغنیات، و سرودخوانان سرود می خوانند. یخسف الله بهم الارض، خداوند میگه آنها را به زمین فرود میبرد. و یجعل منهم القرد والخنازیر، و از آنها را از شکل به شکل دیگر، از شکل آدمی به شکل چی؟ به شکل میمون و به شکل خوک میگرداند. رواه ابن ماجه صححه البانی و قد سبق بیان الفتوین. ابن ماجه در صحیح چی امام البانی صحیح گفته است. برادران این بود حدیثایی درباره چی؟ عقوبتی که این از این کاری موسیقی و عرق نوشی و همین سرودخوانی این به چی میبرد و عاقبت این در روز قیامت میشود. این حاضر قیامت هم نزدیک شدگی است. همین آلت‌های موسیقی و همین سرودخوانی ها خیلی بسیار و خیلی افزایش یافته است. برای همین برادران این عاقبتی که برای ما هست، برای من ما باید از این برحذر کنیم آدما را و خودمون هم برحذر شویم از آلت‌های موسیقی و از موسیقی و از دیگر چیزاش. باز تیم که اثرهای از صحابگان روى علی بن جعد و غیره، یعنی عبدالله بن مسعود، از عبدالله بن مسعود میگه روایت است که عبدالله بن مسعود گفته است، فرموده است، میگه که عبدالله بن مسعودش میگه حدیث نیست و اثری از خودش. ابن مسعود میگه که الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ابن مسعود میگه که غنا ای موسیقی ينبت النفاق في القلب، موسیقی میگه یعنی که می سبزاند یا که میریاند یا که میریاند نفاق در دل، یعنی به سبب گوش کردن موسیقی در دل انسان نفاق پیدا می شود. سبب یعنی که به سبب موسیقی بسیار گوش کردن انسان در دلش نفاق پیدا می شود. چطوری که میگه که موسیقی هم خیلی که نفاق میریاند، همه خیلی دیگر میگه خیلی میریاد که هم خیلی که آب رستنی را میریاند، یعنی که وقتی که رستنی آب میدی رستنی میریاد، همه خیلی میگه نفاق پیدا و ظاهر میشه در دل انسان از گوش کردن سخن ابن مسعود. باز از چهار مذهب است، یعنی اجماع چهار مذهب است که میگن که آلت‌های موسیقی حرام است. باز در اون سخنی که میگه که من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، لهو الحدیث در اینجا ابن مسعود میگه که والله سه بار ابن مسعود قسم میخورد میگه که همین لهو الحدیث در این آیت این چی است؟ غنا ای موسیقی است. آلاتی چی است؟ موسیقی و آلاتی چی؟ آلات موسیقی است. سه بار قسم میخورد برای همین انسان، برای برادرها این بود چی؟ یعنی که اثری از صحابگان بود که صحابگان هم حتی درباره همین موسیقی میگفتند که حرام است. اما میگوید که زدن دف در تویها و در عید مباح است، بلکه میگه مستحب است. در چی؟ در برای حدیث های صحیح آمدگیند. شیخ اسلام تیمیه میگه که ولیکن همون آلات های موسیقی را بعضی نه، هم یک آلت موسیقی است که دف است. دف میگیم که ما رخصت دادگی در چی؟ در تویها و در چیا؟ برای زنها، فقط رخصت برای زنها است. اما در عهد پیغمبر صلی الله علیه و آله مردان علی صحابگان هرگز به دف نمیزدن، با کفهای دست هم نمیزدن. برای در حدیث صحیح آمدگی است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که التصفیق للنساء، تصفیق برای زنهاست، یعنی که کف به کف زدن، این یعنی قرصک میگن کو زدن برای زنک هاست. و التسبیح للرجال، و تسبیح سبحان الله گفتن این برای مرد هاست. ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهین من الرجال بالنساء، میگه لعنت گفته است پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اون زنی که خود را با مرد تشبیه میدهد و اون مردی که خود را با زن تشبیه میدهد. وقتی که همین دف زدن از عملی زنها بود، یعنی زنها دف میزدن در همون گذشتگان ما، پس کسی که از مردها دف میزد میگفتن چی؟ میگفتن این مخنث است، مخنث. و مردهایی که موسیقی یعنی که آوازخوانای موسیقی میگفتند و موسیقی آلات‌های موسیقی استفاده می‌بردند میگفتند که مخانیث ای جمع مخنث. این مشهور است که از سخنان آنها در حدیث عایشه رضی الله عنها لما دخل عليها ابوها، حدیث عایشه رضی الله عنها است که پیامبر وقتی که صلی الله علیه و آله پدرش پیشش در آمد، پدرش پیش آمد و فی ایام العید، در روزهای عید، و عندها جاریتان تغنیان بما تقاولت به الانصار یوم بعث، در نزد دو تا کنیزه که خرسال بود، آنها یعنی که وقتی همون چی می‌کردند؟ شعرخوانی می‌کردند. فقال ابو بکر رضی الله عنه، وقتی که ابو بکر که درآمد پیغمبر قطعی بود، قطعی عایشه بود. ابو بکر که درآمد در پیش اونها که پیغمبر مشتگی بود عایشه و اونها شعر می‌خواندن، گفت که پیامبر ابو بکر گفت به این صحابه چی میگه؟ امیزمار الشیطان فی بیت رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا آلت‌های شیطان، آلت‌های موسیقی شیطان در بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله؟ پس در جواب پیغمبر چی گفت؟ و کان رسول الله صلی الله علیه و آله
معرضا بوجهه عنهما مقبلا بوجهه الكريم الى الحائط. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روش به دیوال بود، یعنی که روش به اون کودکان نبود، به دیوال بود و غیردگی بود. بعد اگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که روش دیوال بود، گفت که والداری که باز در همین دلیل بود که هرگز وقتی که پیغمبر که روبروی یگان چیز بود و یگان حادثه میشید، ابوبکر هیچ وقت سخن نمیزد در باره کار. وقتی که روش به طرف دیوال کی بود، ابوبکر در همینجا چی کرد؟ همون دخترکو را چی کرد؟ یعنی سرزنش کرد، گفت که او ينكر علی، یا که انکار کرد بر آنها که این کارو میکنن. گمان کرد که پیغمبر یعنی که آگاه نیست از این کاری که اینا میکنن، برای همین انکار کرد و گفت که این آیا آلت‌های موسیقی شیطان در خانه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم؟ والله اعلم. بعد در جواب پیغمبر چی گفت؟ دعهما یا ابوبکر. پیغمبر گشت گفت که ان ترکن اینها را، ترکن یا ابوبکر، فإن لكل قوم عيدا، برای هر یک قوم عید است و هذا عیدنا اهل الاسلام، این عید ماست اهل اسلام. در همین حدیث میگه چی؟ بیان است، یک آشکار است که همین عادت در وقت پیغمبر اینا نبود، در وقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و یاران او نبودن این کار، یعنی که عادت نبود که اون وقت چی همه وقت موسیقی بود و میخوندن. برای که چی ابوبکر وقتی که رضی الله عنه که درآمد انکار کرد، برای همین میگه عادت نبود در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ولهذا سماه صدیق مزمار. برای همین صدیق ابوبکر صدیق رضی الله عنه گفت که چی مزمار شیطان است، آلت‌های موسیقی آلت‌های شیطان هستند. وقتی که ابوبکر گفت که مزمار شیطان، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم انکار نکرد که نگو که این مزمار شیطانه، یعنی که وقتی که اگر که ابوبکر خطا میکرد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگفت که چی نگوی خیر، نه که پیغمبر این کار نکرد. وقتی ابوبکر گفت که مزمار شیطان، آلت‌های موسیقی ای آلت‌های اسباب انجام موسیقی آنها ای شیطانن، این کارش نکرد. که همین سخن اقرار کرد پیغمبر، این کارش نکرد. برای هم گفت که خاکو در ترکن آنها را، که آنها چی کنن؟ آنها ایچونای، آنها بازی کنن در روز ایچون. برای همین اشاره کرد که سببی روابدن اون کون وقت عیدن، سببی روابدن این کودکا بازی میکنن و مثلا خسندی میکنن و شعر میخونن و هم دیگر، این سببش عید است. یعنی در وقت عید چون میگه برای زنها یا که چا هیچ باکی نداره در وقت عید، نه که در غیر این میگه حرام است آلت‌های موسیقی. و در حدیث دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که در حدیث میگه لیعلم المشركون ان فی دیننا فسحه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که بدانن مشرکان که در دین ما چی است؟ فسحت است. در دین ما هم چی خرسندی و خوشنودی و چی هست؟ مثلا آسانی وجود دارد. برای همین سخن زد که چی ما در روز عید یعنی کنیزکای میده بودن، دخترکای میده کنیز بودن، آنها میخوندن، زنکا و مردکان بودن که دف زنن که بگیم مثلا حتی همونا هم چی ابوبکر منع کرد. یک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را چی گفت که ترک کن، آنها روز عید چون بازی کنن و شعرگویی کنن.